حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من، یعنی محمد گیمینگ. خب بچه ها، امروز اومدیم که راه حل ورود به پابجی رو براتون آموزش بدیم. خب از اونجا که از دیروز تا حالا این مشکل برای هممون رخ داده، مشکل ورود به DNS رو من امروز اومدم که بهتون یاد بدم که چطوری وارد بشید. خب اول شما وارد فروشگاه پلیتون میشید. خب تو بخش جستجو VPN رو سرچ میکنید. خب این آبی است، روش که کلیک کردیم میستیم بالا بیاد. خب نصب که کردید روی باز شود کلیک میکنیم، صبر میکنیم که بالا بیاد. یه خورده صبر میکنیم که بالا بیاد. خب الان که وارد برنامه شد، اینجا روی بخش سرور آلمان رو انتخاب میکنیم. این اولیه نه، دومیه رو انتخاب میکنیم اینطوری. خب بعد میایم بیرون، وارد پابجی میشیم. الان تا وارد بازی بشه بچه‌ها، من ویدیو رو قطع میکنم و وارد شد دوباره براتون ضبطش میکنم. خب دوستان، الان وارد صفحه پابجی موبایل میشیم. یه لودینگ ساده میده و خیلی راحت وارد پابجی میشه. خب الان صبر میکنم تا این لودینگ تموم بشه، خیلی زیاد میشه. یه لودینگ خیلی ساده بود. الان وارد پابجی میشیم. یه خورده صبر میکنیم تا برامون بالا بیاد و یه تیری من براتون استارت میکنم که بهتون بگم پینگ چند میده. معمولا از پینگ 20 تا پینگ 60 میده. و دوست دارم بگم که من روی سیم کارت ایرانسلم امتحان کردم و اگه شما هم همراه اول دارید حتما روی همراه اول امتحان کنید، شاید برای همراه اول هم جواب داد. خب الان من یه TDM براتون استارت کنم. یه TDM استارت میکنم. دوستان چون من دیوایسم ضعیفه و موقعی که ویدیو ضبط میکنم وارد پابجی میشم خیلی لگ میگیرم و نمیتونم براتون بازی کنم که بگم مثلا ریجسترش چطوریه. خب شما به بزرگی خودتون ببخشید، حتما امتحان کنید و ببینید ریجسترش چطوریه. من نمیتونم، خیلی لگ میگیره موقعی که بازی میکنم. الان این رو ببینید یه خورده بالا پینگ 20، البته یه خورده جابجا میشه ولی الان پینگمون 20 تا 60 هم ممکنه بره، ولی خیالتون راحت خیلی پینگ خوبیه و البته ریجستر عالی هم هست. بچه خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و چنلمون هم سابسکرایب کنید. دمتون خیلی گرمه و تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپارم.